با فرمان پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف به هر یک اویلای تاجیک تقدیم کرده شد. قهرمان نوبتی ما که 75 سال دارد امروز با یک شوق زیاد کتاب تاجیکان را مطالعه میکند. وقتی که ما مهمان خاندان آنها گشتیم او را همراه فرزندان و نبیرگانش سر سروفه تاجیکانه هنگام مجلس تاجیکان خوانی دریافتیم. مومای خورشیده حیات و تاریخ ملت تاجیک را خوانده با زبان ساده و فهمو به نبیرگانش نقل میکرد. ابی خوندگی من به همه به نبیرو و به همسایه و به همه نقل میکنم که میگفت تاریخ تاجیکان تاریخ خودمونه مثال هم خیلی در ما معلم و خطیطات هم میگو که همی ما خودمون در خیلی کی بودیم با کدام دورو بودیم مثال قوم و چی اومده به امروز رسیدیم. مومای خورشیده هرگاهی که به دست کتاب تاجیکان را میگیرد نبیرگانش را در گردش جمع میکند، زیرا به گفته موما به این وسیله میخواهد شوق کتابخوانی را در دلشان جای دهد. همین است که تا به امروز نبیرگانش در مکتب‌های عالی کشور میخوانند و بعضیش با سری بلند مکتب‌ها را ختم کردند. چیزی که مثال نبیرها نمیدونن مثال در کتاب نیست از زبان بیبیشون میشنون تا با یک چیزی نو یاد میگیرن. او سال 1947 تولد شده، سال 1965 مکتب میانه را ختم نموده است. موما میگوید من از صنف چهارمیم به خواندن کتاب‌های بدیهی شوق داشتم. پس از 2 سال ختم مکتب میانه بالاخره سال 1967 اویله‌دار میشود. خوشبختانه همسرش که آدمی کارگر بود و معلومات عالی داشت میخواهد همسرش را به مکتب عالی داخل کند. قهرمان ما نگاه نکرده به سن سالش پیوسته به مطالعه مشغول است. وی تا به امروز بیش از 100 کتاب بدیهی را خوانده است که از هر کجای آنها خواهی برایت نقل میکند. روزنامه و مجله های خوانده موما به حسابند. بدیهی خوندن نقل میبینم، گازیت خوندن نقل میبینم، رادیو گوش کردن نقل میبینم. خیلی بگم خیلی همین شغل اساسی من همین بسال خوندن کتاب. تو حوض کتاب بدیهی میخوند، تو حوض زیر. خورشیده حیات و 7 فرزند و بیش از 30 نبیره دارد. همه فرزندانش صاحب معلومات عالی میباشند. فرزندی که حالا در خانه او زندگی میکند معلم شده کار میکند و در صحبت با ما چنین گفت: ای وقتی همین کتاب تاجیکان در اویله ما آوردن دادن از حساب حکومت با فرمان جناب عالی، ولی همین کتاب فقط در دست چون در دست ما نرسیده. وقتی از کار به خانه میایم همه وقت مادر ما همین کتاب تاجیکان در دستش میخونه. شور وقت میشینیم هم صحبت میشیم درباره بعضی مسائل بحث میکنیم. همین نوساز بچه و چیزی که در کتاب درسی مثال یک شکلی فشردهش هست تاریخ خلق تاجیک در اینجا به طور وسیع نشان دادگی است و با چیزایی را که در کتاب درسی نیست وقتی قطعی اوچم همین مسئله در بحث میکنیم. خیلی در بعضی مسئله ها بسیاری وقت اوچه ما غالب میبراید در مسئله همین بحث های درباره تاریخ خلق تاجیک. مومای خورشیده از تقدیم کتاب تاجیکان خیلی خرسند است و میگوید هرگاهی که کتاب تاجیکان را در دست میگیرم و میخوانم این دعا را میگویم: رحمت هزار بروک و پرزیدنت امومالی رحمان که سال تو بی پول بی با اویلو به هر یک اویله که تو بی پول آوره تقدیم کرده است که ایرا ببین بی پول های دیگه بود چه از یک بود تشکر میگیم خرسنده منادوری ما جنوبی عالی خدا هم شد رسوله کنه که در یکم دور زمانی تری نگذاشته بود. قهرمان ما اگرچه معلومات عالی نگرفته باشد ولی هیچگاه از آموختن دور نیست. تأثیر باسوادی موما به تمام اهل اویله رسیده است که در دهه همه از باسوادی و با آدابی اویله آنها حرف میزنند. نبی جانی سید ابرار، ناحیه وسه برای روزنامه ختلان.